وابسته به دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان که در پیام نوبتی به مجلس عالی کشور مخصوص تاکید گردیده بود، جهت وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی با استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی کشور، امروزها در ناحیه ناصر خسرو تدبیرهای ضروری اندیشیده شده ساکنان و صاحبکاران در بنیاد انشاءات گوناگون خدمت‌رسانی و معیشی سهم مناسب گذاشته ایستادند. از 112 انشاءات به نقشه گرفته شده تا امروز 100 عدد آن به استفاده داده شده است که در نتیجه برای پیدا گردیدن جایهای نویکاری و بهتر گردیدن سطح خدمت‌رسانی به اهالی مساعدت کرده ایستاده است. با مقصد آباد و زیبا گرداندن کوچه و محل و مهیا نمودن اینفراستراکچور ضروری، تعمیر راههای محلی با سطح و صفت بلند ادامه داشته مسئولین تصمیم دارند تا تجلیل جشن با شکوه ملی تمام راههای ماشینگرد را از نوسازی کرده شرایط رفت و آمد واسطه‌های نقلیات را و مراتب بهتر سازند. اویدی سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه ناصر خسرو 112 انشاءات به نقشه گرفته شده بود. کارهای سازندگی و بنیادکاری رفته ایستاده است. در دهه میرگذر که ما قرار داریم جماعت دهاتی خوتالان با دستگیری ساکنان برای سنگفرش کردن راههای بین دهه که در مسافت 4 کیلومتر می باشد کارهای سازندگی رفته ایستاده است. سال گذشته با دستگیری ساکنان همین محله با چخوری 120 متر آب آشامیدنی برآورده شد که در بلندی جایگیر می باشد. یگان قوه دیگر در کار نیست. تمام محله را با آب آشامیدنی تامین کرده ایستاده است. اساساً سهم صاحبکاران، ساکنان محله و آن نفرانی که نیت به حج رفتن داشتند سهم خود را در آبادانی ناحیه گذاشته ایستادند. ساکنان جماعت دهات خوتالان ناحیه توسط سهمگذاری صاحبکاران و نفرانی نیت سفر حج داشته 4 کیلومتر راه محلی دهه میرگذر را سنگفرش نمودند. در این تدبیر مهم با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه بیش از 30 عدد تکنیک هوایی کاری جلب گردیده تخت و هموارکنی راه با سرعت بلند انجام داده شد. ذکر شد که چنین روند سازندگی پیوسته در این دهات از جانب ساکنان راه اندازی گشته بهره رشد محل شرایط مساعد فراهم گردیده ایستاده است. من نیت سفر حج داشتیم، خواستم همین مبلغ در آبادانی رخت صرف کردیم. مورد ذکر است که در زمینه کارهای آبادانی و ساحه معارف توجه خاصه روانه گردیده در این سمت بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی بیشتر به نظر می رسد. در این برابر مؤسسه‌های موجوده که به تعمیر نیاز دارند از نوسازی شده شرایط سازگار برای نسل نورس مهیا کرده می شود. عین زمان با دستگیری مقامات محلی و جلب همکاران رشد با این مؤسسه تعلیمی رقم 1 ناحیه از نوسازی گردیده ایستاده است که کارهای ساختمانی آن از جانب ساختمانچیان محلی با صفت بلند ادامه دارد. چنین وسعتی با مرام سازندگی ها در دیگر انشاءات باقی مانده جریان داشته ساکنان مقصد دارند جشن پر افتخار ملی را در سطح بلند و با دستاوردهای نظررس پیشواز بگیرند.